نخستین مسابقه پهلوانی سال 1403 هجری خورشیدی میان ورزشکاران از 5 ولایت کشور در کندوز برگزار شد. مسئولان فدراسیون پهلوانی کندوز میگویند که اکنون در فضای امنیت و همکاری امارت اسلامی مسابقات پهلوانی بیشتر برگزار خواهد شد. 2 سال شد که نیمی جوانان را، مردم سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم که تا جوانای ما را در مراسم‌های عروسی تشویق بکنه و پهلوانی ها را برگزار میکنیم که جوانای شبرغان، بدخشان، قندوز، ای ولسوالی‌ها جمع شده. شما دیدین که خیلی خوب پهلوانی شد. از سوی دیگر شماری از ورزشکاران که در این مسابقات شرکت کردند از شروع مسابقات پهلوانی ابراز خرسندی میکنند. حریفم از قلعه‌زال بود دیگه، توانستیم حریف خود را شکست بدیم. قندوز آمدیم با کشتی، حتی بچه‌ها خوب کشتی کردیم. به گفته مسئولان فدراسیون پهلوانی ولایت کندوز مسابقات پهلوانی تا پایان سال در این ولایت برگزار می شود.